ببخشید علی بیت او یه اومد و علی دیده ترجه است علی گیر کردم. خیلی زرنگ‌تر از این حرف هست، خیلی زرنگ‌تر از این حرف هست. آره چه زرنگ چه چی؟ من غلط کردم بابا، گیر کردم، برو گم شو دیگه. علی باشو تو رو خدا کلید دارم. سلام فقیقون، خیلی مخصوصم فقیقون مریکا میستم و خیلی خوش اومدید. بعد از مدت ها دوباره به سلام همسایه، یکی از چالش‌ترین و سخت‌ترین بازی‌های دنیا. اما این سری یه سری مدساز دیوونه واسه اینکه انتقام بگیرن از کاراکتر بازی، اون خونه به اون عظمت رو تبدیل کردن به اتاق کوچیک و قراره تا میتونیم اذیتش کنیم. بس برو بریم سراغش. لیتس گو. رفقایون خیلی خوش اومدید به این ویدیو و دوباره اون همسایه لعنتی. اما این سری ببخشید واسه اینکه بچه‌ها ازش انتقام بگیرن کل اون خونه رو تبدیل کردن به این. ببین علی کل این چیه؟ آی جونم بهت باشه، شلوار تو در میاد. چقدر تو ما رو فشاری کردی، دمو رو گرفتی. آقا تا اونجایی که میخوندم اینم کامل چالش داره، یعنی باید حتما بتونید بچه کلید ویلدا رو پیدا کنید سرهم کنید. اما یه بدی داره آقا، این خیلی کوچیکه و بندازه دنبالمون شلوار مونور رو در میاره. خب آقا تا جایی که من یادم از این بازی، بس اول یه حالی بهش بدم. ای خوشگله وزو بیا علی میتونه این بر بیاد قدیم. ببخشید علی میتونه و یه لحظه گم کردم فکرم میتونه این بر بیاد. لعنت به اینو داشته باشم آقا، اینو بذارم تو اینونتوری. این چیه؟ این که هیچی. به دوباره از این کارتونا داریم. آقا من خونه خودم رو اول کامل بگرم ببینم آیتمی که تو به درد بازی میخوره به هم به اینا رو هم میزنم تو سرکه. ببین دوله اینا رو تو سرکلت خورد میکنم. این تمام اینجا چیه؟ خب اینم که خلا مسترابه هیچی. آقا پس این بر چیزی واسه دیگه علی کلا بدبخت یه دونه اتاق داره دیگه، چی داره که بخوای اینا رو استفاده کنی؟ ده برو که رفتیم. آقا این دست من باشه علی، اول از همه چیکار میکنیم؟ یادم این ماشین رو میتونستیم باز کنیم. آقا یه کلید اینجا میخوان، اینجا با میشه. نه سلام بیا اینجا. اینه هوش فرجام چرا یه پرید رو هوا؟ چی هنوزم که هنوزه وحشیه قد خودش. خرا ببین چرا داره اینطوری میکنه ازگر. خب یه دور تو محیط هنوزم که هنوزه وحشیه. یه دور تو محیط خونه بزنیم. برق و یادم قطع میکردیم اوکی، واسه اینکه دوربین موربیناش از کار بیفته. این برقش این چیه؟ اینجا کیو خاک کرده دیگه؟ اینو میتونی علی استفاده کنی؟ ایوا اومد و علی دیده ترجه است. علی گیر کردم. حاجی گیر کرده. سلام علیکم ببر و قربان در خدمت. حاجی فکر کنم یه کوچولو هم اسکلش کردن. سلام الان مسئله خیره سرش بله دیده ولی نمیتونه بیاد دیگه. آقا یه کلید اینجا میخوایم، یه کلید اونجا میخوایم. علی دیده تا بزنه داداش، بزنه ترکید. اینو نمیتونم بردارم. این بالا چه خبره؟ خب آقا بس هر چی هست تو خود اتاقه اوکی. اینو علی میتونیست. ای نه غلط بابا، غلط کردم. علی بپا جونم. علی تو رو خدا آقا ما اومدیم فشارش کنه، یه کاری نکنیم کتکمون بزنه. رفت. خب یه جوری سوسکی باید برم تو خونه، ولی حاجی خیلی سخته، این فضاش خیلی کمه. بیا داداش اینقدر نیادم برو گم شو دیگه کثافت میمونه. بیای ضبط من علی این یه لحظه دیگه دارم بازی میره. علی بد جامپای میزنه، حواست به خودت باشه. آقا من سوسکی میرم سمتش ببینم تو خونه چه غلطی میکنه. اول از همه علی این کارم میتونستیم بکنیم داداش. برق خیلی زرنگ‌تر از این حرف هست، خیلی زرنگ‌تر از این حرف هست. آره چه زرنگ چه چی؟ من غلط کردم. علی یه جوری باید اینجوری اسکولش کنی اوکی. خود منگوله، فقط یه جوری باید از خونه بکشمش بیرون، نمیدونم چه جوری.
آقا ورزش میکنی. کاش خدا یه چی دیگه میخواستم. گرفت خوابید. آره اینه گرفت خوابید. سلام علیکم آقا. علی تو رو خدا درست بگم اینجا بده بیاد بابا. اینو ور نمیداره بابا. گیر کردم. برو گم شد دیگه. علی باشو تو رو خدا کلید وای کلید دستم بود. اوکی این کلید ماشینه یا کلید اون پشته؟ کلید ماشین باشه. ایول کلید ماشین. این چیه؟ اینو آقا یا میتونم داخل یه چیزی باش باز کنم. بذار اول اینو تست کنم. علی ببین این باش باز میشه با این یکی. جونم بهت علی مرد. بابا نه تو سرویس خیلی سریعی توف میکنی. شل بیا اینجا میدم کذابت. چرا توف میکنی اون سر آجاقا؟ علی الان از خونه حالا نگاه داره میره قفل کنه اونجا رو. تو الان هیچکی اونجا نبود. حالا رفتی اونجا رو بگردی کامل. این چیه علی؟ این که توش غیب میشد. این غیب که نه فکر نه توش قایم میشدی. آقا اینجا یه کنترل میبینم. اینجا یه دونه چیز میبینم. بابا نمیذاره. خیلی محیط کوچیکه. عاشق این کارشم. آقا از پشت خونه سوسکی میرم داخل. ورزش میکنی؟ بابا یو خدای من علی آقا کل این محیط رو میتونه بیاد بیرون. برو گم شو دیگه. خب ای وای از این برمیاد. خب آقا من یه کاری میکنم. پس این تا بخواد برسه به ورودی خونه. بابا خیلی خری. چجوری منو میبینی؟ خورد جوا. آقا بدش کن بابا. برو بریم علی بریم تو درو ببند. آقا یه دونه بیل اینجا میبینم. تفنگ میبینم. تفنگ با چه نه؟ ای خدا آجی تفنگ خیلی. آقا سلام. وای گیر افتادم. چقدر درو ببند. سلام آقا. سلام علیکم آجا. داد بقبوله در گیر افتادیم فیس تو فیس با یارو. خب آقا تفنگه خیلی بیل. آقا علی بیله احتمالا میتونی اونجا رو بکنی. تفنگه از خودت دفاع کنی. اینا رو هم میشونه استفادهش میکنی. اوکی نبی بابا. برو گم شو دیگه. بودو اینا رو هم جونم. آقا دیگه از پنجره هم میتونم برم داخل. علی گیر ننداز خودتو تو رو خدا. این رفت تو کاسه. بکن. این کیه تابوته؟ آقا این تابوت به چه درد ما میخواد؟ او زیرش یه چیزی علی. آقا فکر کنم بازی رو باگ. اگه اشتباه نکنم بچه ها بازی رو باگ کردیم. داره رو صورتمون توف. کجا؟ آنی اونجا گیر کرده. بریم تو. یه دری رو باید با این باز کنم. در اینه این سبز شد. اوکی این یه مرحلش. علی با این میتونی اینا رو باز کنی؟ نه بریم اوچی شد. فرور مردمی کیایی برو گم شد دیگه. خب حالا چی پیدا کردم؟ یه دونه از اینا دارم. یه دونه بیل دارم. بیله رو که استفاده کردم. اینم که از این. علی بیلم خیلی خوب بزنم تو سر. برو بخواب جیگر. برو خفه شو بابا. اخ نگفت با بیل. شرف یارو داره میبری. واسه خودش یه سلطانی بوده یه زمانی. بچه ها بازم اونجا فکر کنم کمد بود. به من یه دونه از کارا رو کردم که بتونم برم تو دره. اوکی علی یه سوال. اول این قبره رو ببین دیگه هیچی نداشت. نه زهر مارم نداشت. تو اون اتاقه که هیچی نبود. ببین علی اینجا. آقا یه دونه اخ جونم پیدا کرد. بریم بابا بذار. خوب خیلی علی اون آها
بابا اینو کلش. خب آقا یه دونه دیگه هم باز کردم، یه دونه هم قفل قرمز داره. اوکی. وای لعنت به بابا، دهنتو سرویس. تو همین اتاق به این کوچیکی هم کثافت. اینجا هیچی واسمون نداشت. نه این جلو که باز نمیشد، جلوی خود ماشینه باز نمیشه. نگاه کن. خب آقا بریم بقیه‌اش هم بگردیم. الان رفته انبار رو راحت میتونی بگردی. ببین کجاها رو نگشتی. اینجا رو که گشتی، این ور که هیچی نداره، اینجا که هیچی، اینجا هیچی نداره. این اصلا ندیدم. این واسه اینه دیگه، نه؟ بابا برو گم شو. اگه آقا در رو باز کن. ولی اینو باید برداری. باز کن بابا، باز کن که صحبت بزن. تمام. بارکالله. آره قره میشه یه اتاق بد ولی ادامه داره. او چه دهمیه دیگه چه مدزاد خبنی بوده. وای لعنت بهش کنم اصلا جای خوبی نمیرم. ای ننه رسیدیم اینجا. بارکالله. بذار ببینم کجاییم ما. این که هیچی. یه دونه اتاق با در این چیه علی؟ این عروسک شیطانیه چیه؟ به درد بخوره چیه؟ آقا دره رو که نمیتونم وا کنم. اینجا چیزی نداره استفاده کنم. تو یخچال یه کلید میبینم ولی یخ زده. شم میتونم بردارم؟ نه. اینجا رو برم بالا چی؟ حاجی چه مود خفنی درست کرده. ولی لعنته تکس فور پلی شو. آقا نوشته از این استفاده کن تا بتونی بکشیش. یعنی چی؟ اینو به عنوان چه آهنگی باید آقا آقا شرف به این کاراکتر بازی رو برد داداش. آقا داداش چی بیا بیرون. بیا ببینم چیه میگن. چه کار آقا چی کار داری؟ بیا بیرون ببینم چجور بزنم بهش. یعنی بیا آماده. یعنی این دیوونه شده داداش. این رد داده کلا. بیا آخم داداش اینه از من زنده ببخشینو کلم مدزاد اسکولمو کرد. البته رد داده ولی چیکار داره؟ آجه توپه کجام؟ سلام علیکم آقا یه بار دیگه اومدم توپه رو پیدا کنم. اینجا رو نگاه. آقا این باید رو تخت بخواد. تهنتو سرویس. باستا بینم اینجا. آقا با بدبختی کشیدمش بیرون بالاخره. یارو آقا این دیوونه شد بنده خدا. این قبل بکشده داداش. این گفت میکش آجا. این گفت بزنی بهش. ببخشینو کثافت بزن تو بودی که ساختی. فقط یه سوال دارم. ای وای ای ننه آجا آقا کجا داری؟ سید کجا داری؟ آقا شرف اینا داره میره تو بخ بف بشه. آقا ببخشید بیا ما رو